بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، خواهر از ما سوال نمودند که حکم اختلاط زن و مرد را بیان نمایید. بارک الله فیکم. اولا باید این کلمه را به شما معنی داد بکنیم که اختلاط زن و مرد چی معنی دارد. اختلاط آمیخته شدن زن و مرد در یک جا، در یک مجلسگاه، در یک کارخانه، در یک نشست، در یک خانه، در یک مهمانی، در یک توی عروسی، در یک جای زن و مرد به همدیگر یک جا آمیخته شدن، خرسندی کردن یا که عزاداری کردن یا که بازار کردن یا که کار نمودن در یک جا زن و مرد آیا می تواند که آمیخته همدیگر باشد؟ زن در حالتی که محجبه هست، حجاب دارد، ستر خود را بسته، یعنی عورت خود را ستر کرده است، آیا به زن ممکن است که در بین مردهای بیگانه بگردد یا در یک جا زن و مردها به همدیگر نشست بکنند یا که وقتی که به خانه مهمان آمد انسان می تواند که در خانه مهمان را، زن و مرد را قبول بکند و زن و مرد در یک جا بنشینند؟ انمین است سوال. چرا ما این سوال را وسیع به شما بیان کردیم؟ چرا که باید بفهمیم که امروز یکی از مصیبت سخت‌ترین در بین برادران و خواهران مسلمان ما همین اختلاط است، آمیخته شدن زن و مرد است. بعضی ها فتوا میتن که آمیخته شدن زن مرد باکی ندارد، مشکلی نیست، امروز ضرورت است، علاج نیست و غیره و غیره. و این همه سخنهای اهل بدعت است، سخنهای کسانی هست که گمراه هستند، ضلالت زده شده هستند و از راه حق، از راه قرآن و سنت به فهم سلف امت دور هستند. بلکه اجتماع زن و مرد، اجتماع مردان و زنان در یک مکان و آمیخته شدن بعضیشان به بعضیشان و داخل شدن بعضیشان به بعضیشان و در یک جا قسته و نشست کردن و زنها در بین مردها نشستن و روی کشادن یا که روی نکشادن باشد، همه این عملها و امورها حرام است، محرمه است در نزد شریعت اسلام. هر کسی که شریعت را میخواهد، هر کسی که حقیقت قرآن و سنت و نجات را میخواهد باید بداند که این عمل حرام است. چرا؟ زیرا که این همه اش از اسباب فتنه است و از بیدار کردن شهوات هاست و از یک دعوت های جاهلیت است که انسان را به فحشا و فاحشه و گناه واقع میکند. برای حرام بودن اختلاط، برای حرام بودن زن و مرد آمیخته شدن دلیل ها به نهایت زیاد است. برای تحریم اختلاط از کتاب و سنت با فهم سلف امت دلیل ها به نهایت زیاد است. الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب آیت 53 بیان میکند و میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. ای مردان، زمانی که زنها را خواستید که از زنها، یا که ای مردها زمانی که خواستید که از زنها چیزی را سوال بکنید، یک متاع را، یک چیزی را سوال بکنید، زنها را از پشت پرده، از پشت حجاب سوال بکنید. و انمین از پشت پرده سوال کردن شما زنها را هم به قلبهای شما پاک است، خوب است، نیکوست و هم به قلبهای زنهاست. سبحان الله. الله آشکار میگوید مردهای مؤمن وقتی که زنهای مؤمنه را میخواهد که سوال بکند، چیزی بپرسد، چیزی را میخواهد که بگیرد یا که بدهد یا که یک سوال دینی و شرعی بکند که باکی نیست، اما این سوال را نه روبرو، نه چهره به چهره، بلکه از پشت پرده، از پشت حجاب، یعنی از پنهانی باید سوال بکند.
اگر یک خواهر مسلمان را یک مرد مسلمان سوال کردنی شود در کوچه، باید این خواهر مسلمان حجاب داشته باشد، رویش پناه باشد و این مرد هم نه به چهره خواهر نظر بکند بلکه به یک طرف نظر کنند سوال بکند. نه این که در یک جا جمع شوند و با هم رقص و بازی بکنند. اعوذ بالله من ذلک. چگونه که امروز اهل بدع این عمل را انجام میدهند. ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیت میگوید ای وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. الله أكبر. یعنی میگن معنای آیت همین است که چگونه که الله شما را من کرد، نهی کرد از داخل شدن به سوی زنها. یعنی ببینید الله آشکار و واضح نهی میکند که به سوی زنها داخل شوید، به بین زنها داخل بشوید. چگونه که به نزد زنها داخل شدن را الله حرام کرد و نهی کرد، این چنین الله نظر کردن به سوی زنها را، نظر کردن به روی زنها را بالکل حرام کرد. اگر میگویند یکی از مردها به سوی زن حاجت ضرورت روا بیاید، یعنی یک مرد به یک حالت بیافتد که باید سؤال به زن بکند، از زن یک سؤال بکند، دیگر علاج دیگر نیست، در این حالت میگوید بر روی زن نظر نکند و مستقیم از زن بر رویش نظر کنون سؤال نکند، بلکه از پشت حجاب سؤال بکند، به احترام سؤال بکند. بارک الله فیکم. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این چنین در سنت صحیح مردها را منع کرده اند از اختلاط شدن به زنها و زنها را از اختلاط شدن به مردها منع کرده اند. ببینید اولا ما آیت را بیان کردیم. منهج ما اهل سنت و الجماعت در مسئله شرعی اولا قول الله است، سخن الله است. ما به مذهبی کسی، به سخن کسی تعصب نمیکنیم. بعد از اینکه سخن الله را گفتیم، سخن الله را به قول صحابگان و علما بیان کردیم و حالا باشد بعد از سخن الله و فهمیدن معنای سخن الله به کلام علما می آییم به سنت رسول الله نظر میکنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حقیقت منع کردند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بهترین مکان زمین که مسجد هست، در مسجد که عادتا شیطان وجود ندارد، شیطان وجود داشته باشد هم وسوسه اش کم است، در بهترین خیر الارض، در بهترین زمین رسول الله مرد و زن را از همدیگر جدا کردند، نگذاشتند که یک جا باشد. در مدینه منوره بهترین مسجد زنها در عقب در پشت پرده و مردها در پیش بودند. سبحان الله. ببینید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه در بین صف زنها و مردها یک مساحت معینی را میگذاشت و بعد از سلام دادن از نماز امر میکرد که مردها اول بیستند، در جایشان نجنبیده بیستند تا که زنها از مسجد بیرون برایند. اول زنها برایند، بعد از برآمدن زنها بعد مردها برایند. و ببینید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجدشان خاص برای زنها یک دری را جدا کرده بود. ببینید در مسجد نبوی یک دری الهیده خاصه برای زنها بود که فقط از این در زنها می‌دارند، زنها میبرایند. بعد از سلام دادن مردها در جایشان می‌نشینند، زنها میروند. زنها را پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند در حدیث که بهترین صف مردها اولین صف است، بدترین صف مردها عقب‌ترین آخری صف مردان است. بهترین صف زنها باشد آخرین عقب‌ترین صف زنها است و بدترینش اولین زنها است. یعنی برای همین صف آخرین مردها بدترین است که به زنها نزدیک است و برای همین صف بدترین زنها در مسجد همان اولینش است که به مردها نزدیک است. چخیلی که در روایت امام بخاری با رقم 793 حدیث آمده است از ام سلمه رضی الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل ان يقوم. قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. سبحان الله. ببینید
سلمه رضی الله عنها میگویند مادرمون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه نماز را تمام میکردند و سلام میدادند، بعد از اینکه سلام میدادند یک کمی می ایستادند در جایشان، یک مدتی کمی می ایستادند تا که زنها خیزند و روند. سبحان الله. یعنی سلمه میگن وقتی که رسول الله سلام میدادند زنها میخستند و میرفتند و رسول الله در جایشان می ایستادند. یک وقتی کم زنها میرفتند. ابن شهاب رحمه الله میگن که من فکر میکنم که والله اعلم نشستن رسول الله به همین خاطر بود که زنها بیملال از مسجد بیرون برآیند و بعد از این که زنها بیملال به یگان اختلاط به مردان آمیخته نشده از مسجد بیرون رفتند، بعد از این مردها میخستند. این بود آداب رسول الله. امروز اما دیوس های وجود دارند که غیرت اسلامی را از دست دادند و به اختلاط دعوت میکنند. البته این غلط است. امام ابو داود رحمه الله در سننشون روایت میکنند با رقم 876 در کتاب نماز به عنوانی که گذاشتن باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاه، بابی از نماز رفتن زنها پیش از مردها. در این باب میگن که ان ابن عمر قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یک دری رو نشون دادن، گفتن که همین در رو اگر به زنها میگذاشتیم، یعنی به زنها یک دری خاصی رو گذاشتن. نافع مولای ابن عمر، شاگرد ابن عمر، میگن که ابن عمر به همون دری که رسول الله برای زنها جدا کرده بودند تا وقت مرگشان یگان مراتبه به همین در آمدن یا نبرآمدن، یا نبرآمدن، به همین در قدم نگذاشتند. ابن عمر رضی الله عنهما. پس این حدیث را ابو داود با رقم 484 در کتاب باب الصلاه باب التشدید فی ذلك روایت میکنه. از ابی هریره روایت دیگر آمده است که میگن قال النبی صلی الله علیه و سلم خیر صفوف، ما گفتیم این روایت مسلم است، بهترین صفهای مردها اولینش است و بدترین صف مردها آخرینش است و بهترین صف زنها آخرینش است و بدترین صف زنها اولینش. برای همین صف مردها آخرینش بدترین است که به زنها نزدیک است و برای همین صف زنها اولینش بدترین است که برای مردها نزدیک است. روایت مسلم بر رقم 664. پس این حدیث های آورده و این آیتی که آوردیم بزرگترین دلیل هاست برای منع اختلاط در نزد شریعت اسلام، اختلاط زن مرد. پس چقدره که مرد از صفوف زنها در نماز دور باشد همون قدر افضل است و چقدره که زن از صف مردها دور باشد همون قدر افضل است و اجر زیاد است. پس ببینید اگر این همه اجراعات در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم برای جدا کردن صحابگان از صحابیات، برای اختلاط نشدن مرد و زن صحابگان و صحابیات باشد، چی برسد به امروز؟ سبحان الله. صحابگان و صحابیات بهترین انسان ها کسانی بودند که الله از اونها راضی شده بود، دورترین انسان ها از شهوت و شهوت بازی بودند، اما رسول الله اونها را اینچنین جدا میکرد، بین زن و مرد اختلاط را اجازت نمیداد. الله اونها را منع کرد از اختلاط. چی برسد به من و شما امروزه؟ انسان هایی که درون از پر از شهوت و بدبینی است. ابو سعید الانصاری رضی الله عنه روایت میکنند که انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. روایت امام ابو داود در سننشون روایت میکنن در کتاب ادب، یا که اینچنین در باب رفتن زنها با همراهی مردها در یک راه. یعنی این حدیث در سنن ابو داود آمده است که زن مسلمان در یک راه به یک مرد مسلمان راه گردد چگونه باید راه گردد. همین روایت رو میارن که ابو اسید الانصاری میگویند که البته من از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که رسول الله میگفتند در حالتی که رسول الله از مسجد بیرون میشدند
یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و وقتی که از مسجدشون بیرون شدند، مردها با همراهی زنها در یک راه اختلاط شدند، آمیخته شدند. زن و مرد در یک راه آمیخته شد. رسول الله گفتند، به کی گفتند؟ به زنها یا به مردها؟ به زنها گفتند ای زنها به عقب ایستید، به یک طرف ایستید. برای شما جایز نیست که در مابین راه گردید. ای زنهای مسلمه، این سخن رسول الله برای شما است. ای خواهران عزیزم، که برای شما جایز نیست که در مابین راه گردید. لیس لکن ان تحققن الطریق، برای شما جایز نیست که در مابین راه گردید. علیکن بحافات الطریق، برای شما واجب است که در یک چیت طرف راه گردید. زنها به یک طرف راه جمع شوید، به یک طرف کنج دیوار راه گردید. و بعد از این سخن رسول الله صلی الله علیه و زنها به دیوار خودشون را چسبانیده راه میگشتند، حتی اینکه لباسشون لا يتعلق بالجدار، لباسهای زنها اینقدر به دیوار چسبیده راه میگشتند که لباسهاشون به دیوار میچسبید. پس اینها زنهای صحابیه و انمینها قدوه و نمونه حسنه برای ما مسلمه زنها باشد. انمین حدیث آشکارا منع میکند که زن و مرد اختلاط شود. یک مرد به زنش، یک مرد دیگر به زنش، به فرزندانشان در یک جا می نشینند، خورسندی میکنند یا گریه میکنند. همه اش حرام است. اما امروز این یک بلای عمومی برای امت اسلام است که این چنین واقعه ها به وجود آمده است. امروز وقتی که ما طلاب علم عقیده اهل سنت و الجماعت را، حقیقت قرآن و سنت و فهم صحابه را بیان میکنیم، بعضی از اهل بدعت زدگان و گمراه زدگان میگویند، گمراه شدگان میگویند که اینها متشددند، اینها سختگیرند. والله این دین الله است، سختگیری نیست. شما نظر بکنید به چقدر قصه ها و چقدر ویران شدن زندگی های زن و مردی که بعد از 20 سال و 30 سال به شوهرش زندگی کردن، یک زن به خاطر اختلاط زنا رفته است، از شوهرش جدا شده است و غیره و غیره. والله این چنین قصه ها زیاد است. بارک الله فیکم. پس این امر الله است، امر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. این دین است. دین را ما باید متشدد، سختگیری و غیره نگوییم. و این سخن را کسی که میگوید از اهل بدعت است. بارک الله فیکم. پس با همین فهمیده می شود که اختلاط بین مردم جایز نیست. اختلاط بین زن و مرد جایز نیست. و تمام 4 مذهب را اگر نظر بکنیم، 4 مذهب، مذهب حنفی، مذهب مالکی، مذهب شافعی، مذهب احمد بن حنبل، اختلاط را برای زن و مرد حرام میکنند. اگر شما سوال بکنید که پس به بازار رفتن آیا به زن جایز هست یا نیست؟ البته جایز نیست، حرام است. برای زن حرام است که به بازار رود، در بین مردم دور زند، خندد، سخن بکند، گردد. نه، این حرام است. زن مسلمه نباید به بازار رود. وقتی که یک محرم پسر، برادر، پدر، شوهر نداشته باشد، ضرور باشد در این حالت اگر رود هم زود رود، زود بیاید. در حالت ضرورت احتیاط بشود، نقاب شرعی را، حجاب شرعی را بگیرد. اما امروز الله المستعان که ببینید که چقدر خواهران ما روزی بازار وقتی که شد، شنبه یا که جمعه و شنبه و یک شنبه، پنجشنبه و غیر روزهای بازار، مخصوص حجاب خود را میبندند، سطر خود را گویا بستند، لباسهای ترکی تنگ را میپوشند، سینه های خود را نمایان میکنند، موی خود را مثل کفار به بالا میاندازند و نمایان میکنند، به لبهای خود رنگ میکنند و به بازار میبرایند. از سحر تا بیگاه، تا تمام شدن بازار، این طرف و آن طرف بازار میگردند، گویا که این زن و این خواهر مسلمه نیست، گویا که این از دیگر ملت و قوم است. اعوذ بالله. پس ای برادران، ای پدران، ای بزرگان، دختران خود، فرزندان خود، این زنان خود، عروسان خود، نبیرگان خود را تربیه به اسلام بکنید تا که از این عقیده های باطل و از این
فحشا و منکر دور بشد. و باز میاد در مسئله میگیریم بعضیشون دلیل میارن میگن که حدیث هست برای اختلاط شدن جایز بودنش، حدیث ابو دردا، یعنی وقتی که سلمان فارسی به خانه ابو دردا رفتن، ابو دردا نبودند، سلمان فارسی به زن ابو دردا صحبت کردند، این دلالت میکند که اختلاط جایز است. قسم به الله دروغ میگویی، این جایز بودن را بیان نمیکند، افترا بر دین میکنی، تهمت بر دین میکنی والعیاذ بالله. چرا که اولا سلمان فارسی و ابو دردا رضی الله عنهما در وقتی که به مدینه آمده بودند، رسول الله اینها را برادری گویا که خونی کرده بودند، برادری گویا که مثل شقیق بودند، از هم دیگر میراث میبرند و میبرند. برای همین روزی که در حالت برادری بودند، سلمان فارسی به خانه برادرش به حولی نه به خانه، به حولی برادرش به پشت در رفت که زنی برادرش را دید که در حالت بد است، البته سطر پوشیده، سخن کرد از پشت در سخن کرد. و وقتی که زن ابو دردا با حیا در حالت پنهانی از ابو دردا شکایت کرد، شکایت را به رسول الله رسونید. سلمان فارسی به زن ابو دردا در یک جا نشسته خنده کرده، روی همدیگر را دیده اینچنین صحبت نکردن، این تهمت است. و این هم در حالت مؤاخات بود. و بعد از این پیامبر صلی الله علیه و سلم این رو هم من کردند. الله من کرد که یک انسانی که از یک پدر و مادر تولد نشده است یا که برادری از پدر نیست، این را چی کند؟ برادر خواند. بارک الله فیکم. به همین این سخن را به پایان میرسانیم و مختصر سخن ما این است که اختلاط حرام است، اختلاط نکنید. امروز ما میبینیم حزب نهضت اسلامی تاجیکستانی که خودش را اسلام میداند، خودش را بیرق بردار اسلام میداند، سبحان الله به اروپا رفته است. یک نوار را دیدم در یوتیوب که در همون پیام نت یک صفحه طاغوتیشان که اینجا والله عالم در همین جای در یوتیوب در جای دیگر یک توی عروسی میگذرانند. در توی عروسی نهضتی ها همه زنها و مردها در یک جا جمع آمیخته، به گفتن هیچ راست نمی آید، همه آمیخته، دخترها همه خود را زیبا کرده و حجاب بسته، مردها همه خود را زیبا کرده و ریشه ها را تراشیده مثل دیوس ها در یک جا جمع شده اند و با این را اسلام میگویند و موسیقی حرام شده ای که اسلام حرام کرده است گذاشتند و رقص و بازی میکنند. این اسلام نیست، این غرب پرستی است، دوستداری کفار و موالات کفار است. این نداشتن کفر بر طاغوت است، این نداشتن اسلام و صداقت و حقیقت است. بس به این چنین اهل بدعت فریفته نشوید، اینها را توف بگویید و ترکشان بکنید و به سوی قرآن و سنت بازگردید. یا که به فرقه دیگری نظر میکنیم، فرقه باطل صوفی که اختلاط میکنند. صوفی ها زن و مرد، رافضه ها زن و مرد، همه اختلاط و این چنین عمل ها را دارند. این حزب های باطل و این فرقه های مذهب های صوفی و رافضه های باطل همه اش در گمراهی زلالت است و این عملشان باطل است. بارک الله فیکم.